سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، فالوورای عزیز و همه کسانی که در حال تماشای این ویدیو هستن. تصمیم گرفتم کمی بیشتر با شما صحبت کنم. شاید نیاز باشه که یه اطلاعات عمومی بیشتری رو در باره هنر نینپو، هنر نینجوتسو بیشتر بدونید. جامعه شاید نیاز به آگاهی بیشتری در این رابطه داره. هرچند اساتید عزیزی در کشور ما هستند که در این مسیر پایداری و هنر صبوری در حال آموزش دیدن و آموزش دادن هستند و بنده کوچکتر از اونا هستم که شاید بخوام جامعه رو آگاه بکنم. اما خب بر خودم لازم دیدم به عنوان دانش آموز جهانی این رشته و این هنر و این مسیر کمی با شما حرف بزنم. قبل از هر چیزی بگم که نینجوتسو به مفهوم صبوری، پایداری، ایستادگی و در مسیر ماندن است و در عصرهای مختلفی اسامی مختلف روی پیروان این مسیر گذاشته شد مانند نینجا، شینوبی و در واقع پایگاه اصلی این ورزش در کشور ژاپن و ایالت‌های ایگو و کوکا است که من اونجا رفتم، مسافرت داشتم، باشون حرف زدم، از موزه دیدن کردم، با افرادی که این ورزش رو در واقع این هنر رو اونجا دنبال می‌کردن صحبت کردم، مطالعاتی داشتم، تحقیقاتی داشتم توی کشور ژاپن و قصد دارم در آینده باز هم ریشه‌ای‌تر و مفصل‌تر این مسیر رو قطعا دنبال بکنم به عنوان دانش آموز جهانی در این رشته. خب افرادی که توی کشور ژاپن و توی ایالت ایگا و کوکا زندگی می‌کردن و این هنر رو برای بقا، در واقع به قول خودشون معتقدن که نینجوتسو برای جنگیدن نیست بلکه برای بقاست و هنرهایی مانند زنده موندن تو شرایط جغرافیایی مختلف، حالا در شرایط اون زمان نمیدونم جمع کردن اطلاعات یا جاسوسی به قول خودشون تو جنگ‌های ژاپن که حالا امروز کمتر به این مقوله پرداخته میشه، پیدا کردن غذا، درست کردن آتش، زنده ماندن تو محیط خصمانه و در هر شرایطی. اصلا میگه نینجوتسو برای زنده ماندن است و انشالله اطلاعات بیشتری رو تو این زمینه، چون هدف اصلی ویدیوی امشب بررسی پیدایش نینجوتسو نیست، یک تعریف کلی میخوام بدم برای هموطنای عزیزم. و ما نمیتونیم هنر هنر نینجوتسو رو تنها یک ورزش بدانیم، بلکه دامنه این هنر خیلی گسترده تر از یه ورزش هست و در روح و روان و جسم ما، در تمامی ابعاد کالبد وجودی ما در واقع ریشه داره و روی همه ابعاد ما کار میکنه. به قول سوکه هاتسومی میگه که من به شما یاد میدم که چجوری شر رو کنترل بکنید و این کاریست که ما واقعا داریم انجام میدیم. و من توی یکی از شاخه‌های نینجوتسو که اسمش بوجینکان هست دانه 10 هستم، یه دانش آموز دانه 10 و شیهان در بوجینکان ژاپن. دیگر سبکی که از دل نینجوتسو ژاپن بیرون اومده اسمش هست جیننکان که من به مرکزشون رفتم، اونجا باشون حرف زدم و انشالله دوباره حتما به سراغشون خواهم رفت و قصد دارم سفرها و تحقیقات خودم رو درباره درباره هنر نینجوتسو بیشتر بکنم. و جیننکان توسط در واقع اونسوی موناکا، یکی از شاگردای هاتسومی سوکه بوده که ایجاد شده. سبک بعدی که توسط شوتو تانامورا
ایجاد شده گنبوکان هست که تو ایران الان رسمیتی نداره، اما افرادی هستن که مدعی این سبک در ایران هستند. و سبک بعدی که توشیندو هست که این حقیر بنیانگذارش در آسیا و در واقع ایران هستم و نماینده فعلی و رئیس این سبک در کشور هستم، اسمش توشیندو هست که توسط آنشو استیفن هیس که عکسش رو این بالا میتونید ببینید. این عکس رو توی نپال گرفتم که تمرین داشتم با استاد، سفری داشتم به نپال. نپال بین هند و چینه، به قول خودشون اسمشون میگن نیپل. و اونجا رفتم و چند روزی بودم با آنشو استیفن هیس و آموزش دریافت کردم، جلسه گرفتم، احکام بچه‌ها رو ازش گرفتم. خب پس 4 سبک از دل در واقع هنر نینجاتسو به وجود اومده و در کنار اون، در کنار هنر نینجاتسو توی ژاپن اگه تشریف ببرید، در واقع 6 مکتب دیگه ای رو هم در حال کار کردن هست که بیشتر مربوط به جنگیدن، چگونه مثال خورد کردن استخوان، چگونه دفاع در مقابل سلاح و از اینجور چیزا هست. من سعی میکنم کلماتی رو به کار ببرم که برای همه دانش آموزان، حتی اونی که سن پایین و کمربند زرد داره، قابل درک باشه. به طور کلی چیزی که فعلا توی ژاپن در مدرسه مرکزی بوجینکان داره کار میشه شامل 9 ریو هست. 9 تا مدرسه رو دنبال میکنن که میتونم اسامیشون رو خدمتتون عرض بکنم. یکیش هست گیوکوریو کوشیجوتسو، بعدیش هست کوتوریو کوپوجوتسو، بعدیش کوماگاکوره ریو نینپو هاپویکن و توگاکوره ریو، بعدیش هست شیندن فودو ریو داکن تایجوتسو و بعدیش هست تاگاکی یوشین ریو جو تایجوتسو، بعدیش هست کوکشین ریو تایجوتسو هاپویکن و بعدیش هست گوکشین ریو نینپا هاپویکن و بعدیش هم گیکان ریو کوپوجوتسو هست که از این 9 ریو یا 9 مدرسه 3 تاش نینجاتسویی هستن، نینجاتسو خالص، که یکیش کوموگاکوره ریو هست، کوموگاکوره ریو نینپا هاپویکن هست، یکیش هم که توگاکوره ریو که اصلی ترین مدرسه هنر نینجاتسو هست و بعدیش هم گوکشین ریو نینپو هاپویکن هست. در واقع هر کدومش پسوند نینپو داره رو به عنوان یه مدرسه نینجاتسو میتونیم شناسایی بکنیم. من ویدیو رو سعی می‌کنم قطع بکنم و ویدیو جدیدی شروع بکنم.